به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. در این سلسله برنامه نوبتی که پند صالحان نام دارد، گفته های بزرگان دین سلف صالح، پیشینیان بزرگ اسلام را به سمع شما خواهیم رسانید. از گفته های آنان که هر یکی در و گوهر است، پند است، نصیحت است، اندرز است، به شما حکایت خواهیم کرد. پند نخستین را دوستان عزیز بیاید از زبان با فصاحتی امام علم فقه و حدیث امام شافعی، یکی از امامان چهارگانه اسلام، چهار مذهبی معروف، شنویم که در مورد علم و بیان فضیلت علم و دانش است. امام بیهقی که امام بزرگوار حدیث است، در مناقب و فضیلت امام شافعی و بیان منزله و مقام بزرگ او کتاب تألیف کرده است به نام مناقب الشافعی. در این کتاب از امام نقل می آورد که امام چنین گفتند، امام شافعی فرمودند: ما تقرب الى الله تعالی بشیء بعد اداء الفرائض افضل من طلب العلم. یعنی هیچ کسی بعد از انجام عملهای فرض به چیز بهتر از علم به سوی خدا تقرب نجسته است. به عباره دیگر، بهترین عمل بعد از انجام عملهای فرض مثل نماز و روزه و زکات و حج، عملهایی که خداوند فرض حتمی گردانیده است، بعد از این عملها بزرگترین عمل و بهترین عمل و محبوبترین عمل که بنده میتواند به سوی خدا به انجام آن تقرب جوید، به خدا نزدیک شود، این طلب علم شرعی است، علم خداشناسی، علم احکام حلال و حرام است. علم دوستان گرامی در تاریکی های جهالت نور و روشنی، در صحرای تحیرها دلیل رهنما و برای قلب‌های تشنه آب حیات است. دین مبین اسلام دوستان گرامی جایگاه علم و علم آموزی را تا جای بلند نموده است که برای هر فرد طلب علم را فریضه حتمی گردانیده است. دلیل فرضیت طلب علم این همان نخستین آیه وحی است، نخستین امر پروردگار که به اهل زمین امر شده که اقرأ، یعنی بخوان است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام آن پروردگاری که موجودات را به هستی آورده. این چنین دوستان گرامی خداوند عزوجل برآمدن در راه طلب علم را با برآمدن در راه نبرد، در راه جهاد برای دین برابر گردانیده. در سوره توبه فرموده است: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی خداوند عزوجل اینجا فرموده سزاوار نیست که مؤمنان همگی برای نبرد دشمن برآیند. چرا از هر جمعیت گروه برای طلب علم رهسپار نشوند و علمی دین آموزند و چون برگشتند قومشان را از احکام دین تعلیم دهند، آموزند تا از مخالفت امر خدا و از عذاب آخرت بپرهیزند. پس اینجا دوستان عزیز میبینیم که خداوند عزوجل گروه از مؤمنان را از رفتن برای نبرد دشمن آزاد کرده است تا در راه طلب علم بروند و چون علم آموختند مردم را با احکام دین آشنا سازند. خداوند عزوجل دانش آموزانی که در راه علم دین، علم خداشناسی، علم حلال و حرام قدم میزنند، مقام آنان را چنان بالا برده آنگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند برای آنان ملائک که موجودات و مخلوقات شریف خداوند هستند پال و بر خویش را در زیر قدم دانش آموز میگذارند. و نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همه موجودات هستی، حتی ماهی در درون بحر و حتی مور در خانهش، برای نفری که برای مردم خیر می آموزد، خداشناسی می آموزد، طلب علم می کند تا مردم را از ضلالت و گمراهی و تاریکی ها به نور و هدایت و تعلیمات قرآن فراخواند، برای چنین نفر همه موجودات هستی از خداوند طلب مغفرت و طلب رحمت می کنند. چرا آموختن و آموزاندن علم دینی، علم شرعی چنین مقام و منزله بلند دارد دوستان عزیز؟ گرچنده که طلب همه نوع علم ضرور است و مهم است و اسلام به آموزش همه نوع علم ها ترغیب و تشویق می کند، اما علل خصوص علم دینی، علم شرعی، علم حلال و حرام، علم خداشناسی مقام و منزله مخصوص دارد، زیرا عبادت و پرستش خداوند که مقصود آفرینش است،
یعنی انسان برای این به هستی آمده که این وظیفه را انجام دهد، توسط علم و دانش آموختن عبادتی درست کرده میتواند. این مقصود هستی با راه علم تحقق میپذیرد و به شکل درست انجام میگردد. و آن نفری که طاعت و عبادتش بر اساس علم و دانش و فهم است، از آن نفری که خدا را بدون علم و دانش عبادت میکند فرق دارد. از این خاطر دوستان عزیز، شناخت درست خداوند و شناخت درست نسبت به اسما و صفات بزرگ او تعالی و شناخت درست پیامبران و شناخت درست نسبت به عالم آخرت، اینچنین آشنا شدن با احکام و آداب دین، احکام شریعت، حلال و حرام، این اساس همه علم و دانش و این فریضه حتمی برای هر مسلمان است. برای هیچ مسلمان هیچ گونه عذری نیست که این دانش‌های اولی و ضروری دینی را نداند. می باید به هر راه و وسیله این مقدار دانش‌ها را برای خود آموزد. بنابراین می باید در هر جمعیت عده راه علم دین را پیشه کنند، متخصص شوند که این فرض کفایی است. یعنی یک عدد می باید پیدا باشند و در این تخصص‌های شرعی متخصص باشند و عمیق این رشته را آموخته باشند، چون که اگر هیچ کسی متخصص این ساحه ها نباشد، همه اهل جامعه چنین به حساب می روند که ترک فرض کردند و همه گناهگار محسوبند. فقها می گویند یک عددی اگر قائم به این تخصص ها شود، فرض از عهده همه اهل جامعه ساقط می گردد. اگر آن عدد نیاز جامعه را برآورده تواند، اگر یک عددی قائم شود و بازم نیاز جامعه برآورده نشود، بازم فرض به تمام اهل جامعه فرض است که چنین متخصصان ایجاد نمایند و در میان خود چنین متخصصان را پیدا کنند. ولی دوستان عزیز، آنگونه که اشاره نمودیم، چون عبادت خداوند که مقصود هستی است و وظیفه اساسی بنده در این دنیا است، مربوط علم است، وابسته علم و دانش است. انسان اگر علم و دانش نداشته باشد، خدا را درست عبادت کردن نمیتواند. حتی شاید عبادت نکند، یعنی اهمیت عبادت را شاید نداند و از عبادت و پرستش خدا شاید دور ماند، در نتیجه دوری از علم و دانش. بنابراین علم اینقدر جایگاه بزرگ و والا دارد. از این سبب امام شافعی این جمله مهم و زیبا را گفتند: هیچ کسی بعد از ادای فریضه ها به هیچ چیز بهتر از علم و خدا تقرب نجسته است.